چرا پیشرفته ترین جنگنده ایران در جنگ 12 روزه غایب بود؟ آیا این یک اشتباه تاکتیکی بود یا یک نقشه بزرگتر از چیزی که فکرش رو بکنیم؟ توی این ویدیو قرار حقایقی رو فاش کنیم که هیچ کس تا به حال دربارش حرفی نزده. پس تا آخر همراه من باشید. در جنگ 12 روزه اخیر همه انتظار داشتند سوخو 35 های ایران وارد عمل بشن. اما برخلاف انتظار این جنگنده های پیشرفته غایب بودند. برخی میگن مشکلات فنی مانع حضورشون شد و عده‌ای معتقدند که این یک نقشه حساب شده بود. ولی تحلیلگرانی هم هستن که میگن اصلاً سوخو 35 در کار نبود. در این ویدیو میخوایم تمام فرضیه ها رو بررسی کنیم. اما قبل از هر چیز باید به شما بگم که آنچه در دقایق پایانی این ویدیو خواهم گفت ممکنه تصورات شما رو درباره قدرت نظامی ایران برای همیشه تغییر بده. فرض کن ایران بعد از سالها انتظار و هیاهو بالاخره جنگنده افسانه‌ای سوخو 35 رو از روسیه تحویل میگیره و درست وقتی همه منتظرن این پرنده مرگبار توی آسمون‌های جنگ 12 روزه ظاهر بشه، هیچ نشونه‌ای ازش دیده نمیشه. نه پرواز، نه عملیات، نه حتی یک تصویر. چرا؟ آیا این فقط یک سقوط نظامیه یا داستان پیچیده تری پشتش هست؟ بیایید در ابتدا ببینیم اصلاً سوخو 35 چی هست و چرا اینقدر مهمه. سوخو 35 یکی از جنگنده های نسل 4 پلاس روسیه است. سریع، مانورپذیر، رادارگریز با قابلیت درگیری همزمان با چند هدف. برای ایران این جنگنده نقطه عطفی بود، چون به معنای پایان دوران قدیمی هواپیماهای فرسوده و ورود به نبرد هوایی مدرن بود. با توجه به تنش‌های منطقه، به ویژه با اسرائیل و آمریکا، همه تصور می‌کردند سوخو 35 برگ برنده ایران توی هر درگیری احتمالیه. پس چرا ازش استفاده نشد؟ بیایید فرضیه‌ها رو با هم بررسی کنیم. فرضیه اول، تحویل واقعی انجام نشده. رسانه‌ها معتقدند که ایران هنوز به طور کامل این جنگنده‌ها رو از روسیه تحویل نگرفته. علی شادمانی از فرماندهان سپاه پاسداران در ژانویه 2025 گفت ایران سوخو 35 خریده اما هیچ اشاره‌ای به تحویل یا حتی تعداد اونها نکرد. برخی خبرگزاری‌ها مثل تصنیم گزارش کردند که قرارداد نهایی شده ولی باز هم تأییدی روی تحویل نبود. روسیه برای این بدعهدیش میتونه دلایل زیادی داشته باشه، اما قبل از اینکه بهش بپردازیم لطفاً ویدیو رو لایک کنید. از دلایل بدعهدی روسیه میتونه فشارهای بین‌المللی باشه. روسیه نگران واکنش‌های جهانی به فروش جنگنده به ایرانه. این معامله میتونست تحریم‌های شدیدتری از سوی آمریکا و اروپا علیه مسکو به دنبال داشته باشه و همچنین کشورهای منطقه مثل اسرائیل و عربستان رو تحریک کنه. یکی از دلایلش میتونه نگرانی از افشای فناوری باشه. سوخو 35 دارای فناوری‌های پیشرفته‌ایه. روسیه میترسه این فناوری‌ها از طریق مهندسی معکوس یا نشت اطلاعاتی به دست دشمنانش مثل غرب یا حتی چین بیفته، به ویژه با توجه به سوابق ایران در کپی برداری از تجهیزات نظامی. یه دلیل دیگه هم شاید مشکلات مالی و فنی ایران باشه. تحریم‌ها کار رو برای پرداخت‌های بزرگ سخت کرده. از طرفی نگهداری و پشتیبانی از این جنگنده هم نیاز به زیرساخت و آموزش خاصی داره که شاید هنوز در ایران به طور کامل فراهم نیست. از دلایل دیگه‌اش میتونه جنگ اوکراین و اولویت‌های روسیه باشه. با آغاز جنگ اوکراین روسیه تصمیم گرفت جنگنده‌های تولید شده رو برای نیازهای داخلی خودش نگه داره. قطعاً تامین تسلیحات برای جبهه‌های جنگ نسبت به صادرات به ایران در اولویت بالاتری قرار داره. و به عنوان آخرین مورد شاید ابعاد سیاسی و بازی‌های پشت پرده عامل اصلی این بدعهدی باشه. برخی تحلیلگران معتقدند روسیه از قرارداد سوخو 35 به عنوان ابزار فشار یا معامله سیاسی استفاده کرده. در واقع ارسال جنگنده ها به ایران این برگ پرنده رو از دست روسیه خارج میکنه.
اگه تا اینجای ویدیو براتون جذاب بوده، بدون شک فرضیه آخر قرار غافلگیرتون کنه. پس حتما تا پایان با ما همراه بمونید. فرضیه دوم، نبود آموزش خلبان‌ها. سوخو 35 یه پرنده پیچیده است و کار کردن باهاش نیاز به آموزش دقیق داره. منابع روسی گفته بودن ایران چند خلبان رو برای آموزش به روسیه فرستاده. ولی آیا زمان کافی برای آماده سازی عملیاتی وجود داشته؟ شاید خیر. فرضیه سوم، ترس از هدف قرار گرفتن. سوخو 35 برای ایران سرمایه مهمیه. استفاده زود هنگام ممکن بود باعث بشه اسرائیل یا آمریکا با موشک‌های نقطه زن اونها رو از بین ببرند. ایران شاید خواسته از نابودی اونها در شرایط نامطمئن جلوگیری کنه. فرضیه چهارم، دریافت نسخه‌ای محدود شده. این امکان وجود داره که ایران نسخه‌ای محدود شده از سوخو 35 رو دریافت کرده. جنگنده‌ای که تجهیزات راداری و سامانه‌های جنگ الکترونیک اون کامل نبوده و به همین دلیل توان عملیاتی و اثرگذاری اون نسبت به نمونه‌های اصلی کاهش یافته. و فرضیه پنجم، جلوگیری ایران از لو نرفتن برگ برندش. برخی تحلیلگران معتقدند ایران به عمد از بکارگیری سوخو 35 جلوگیری کرده، چون نمیخواسته زودتر از موعد توان واقعی نیروی هواییش آشکار بشه. استفاده از این جنگنده ها در درگیری های محدود میتونست اطلاعات ارزشمندی از عملکرد، تاکتیک پرواز و حتی نقاط ضعف اونها رو به دشمنان منطقه‌ای مثل اسرائیل یا عربستان بده. ایران شاید منتظر یک لحظه طلایی در آینده است تا سوخو 35 رو مثل یک غافلگیری بزرگ وارد میدان کنه. درست در لحظه‌ای که کسی انتظارش رو نداره. به نظر شما کدوم یک از این فرضیه ها به واقعیت نزدیک ترن؟ تو کامنت ها برام بنویسین. ولی اینها همه فقط یک قطعه از پازل بزرگ قدرت هوایی ایرانه و علت هر چی که بود، در جنگ 12 روزه ایران با تکیه بر تجهیزات بومی مثل پهپادهای انتحاری، موشک‌های نقطه زن و سامانه‌های دفاع هوایی داخلی ضربات سهمگینی به ارتش اسرائیل وارد کرد. قدرت تاکتیکی ایران در این نبرد باعث نابودی چندین پایگاه حیاتی دشمن شد. اسرائیل که تصور یک درگیری محدود رو داشت، کاملاً غافلگیر شد. نهایتاً با شکست سنگین و عقب نشینی پایان جنگ رو پذیرفت. این پیروزی نشون داد که برتری نظامی صرفاً به جنگنده‌های پیشرفته وابسته نیست. بزرگترین قدرت همیشه در غرش نیست، گاهی در سایه پنهانه. و حالا به وضوح برامون روشن شده که غیبت سوخو 35 شاید دقیقاً همون چیزی بود که ایران میخواست. اما سوال مهم اینه، آیا در جنگ بعدی سوخو 35 ایران سقوط رو میشکنه یا جنگنده قدرتمند دیگری رو جایگزینش میکنه؟ در ویدیوی بعدی قراره در این باره صحبت کنیم و از جنگنده جدید و مرگبار ایران پرده برداری کنیم. پس حتما این ویدیو رو ببین، چون ممکنه دیدت رو به قدرت نظامی ایران کاملا عوض کنه.